سلام، امروز دوشنبه ژانویه 26 2026 هست. روز خوبی برای همه آرزو می‌کنیم. امروز مهمترین تحولات جهانی را از فاینانشال تایمز با شما در میان میگذاریم. خب، خبر اول امروز مربوط به تشدید تنش‌ها تو شهر میناپولیس آمریکاست. متاسفانه شهروند دیگه به دست ماموران فدرال کشته شده. بله، این دومین مورد تیراندازی مرگبار تو همین ماهه و شهر رو واقعا در آستانه التهاب قرار داده. مقتول الکس پرتی یک پرستار 37 ساله بخش مراقبت‌های ویژه بوده. درسته. روز شنبه بعد از یه درگیری با مامورای گشت مرزی در جنوب میناپولیس با شلیک چندین گلوله جان باخته. و این اتفاق خب اعتراضات گسترده‌ای رو در سراسر آمریکا به راه انداخته. و مثل همیشه روایت‌ها کاملا با هم فرق میکنه. یعنی مقامات فدرال یه چیزی میگن، شاهدان عینی یه چیز دیگه. دقیقاً. گشت مرزی اعلام کرده که پرتی یه اسلحه کمری داشته و به ماموران نزدیک شده. میگن در برابر خلسلا هم به شدت مقاومت کرده. اما ویدیوهایی که مردم گرفتن یه داستان کاملا متفاوتی رو نشون میده. همینطوره. شهردار مینیاپولیس جیکوب فری یه توصیف خیلی تکان دهنده از یکی از ویدیوها داره. بله، اون رو خوندم. میگه ویدیو نشون میده که بیش از 6 مأمور نقابدار یکی از شهروندان ما رو مورد ضرب و شتم قرار داده و با شلیک گلوله او رو به قتل میرسونن. خیلی وحشتناکه. تازه بعضی از ویدیوها نشون میدن که پورتاتی اول درگیری اصلا اسلحه نداشته. یه تلفن همراه دستش بوده. و واکنشام خیلی تند بوده. یعنی شکاف بین مقامات محلی و فدرال کاملا علنی شده. بله. تیم والز فرماندار مینسوتا ادعای مقامات فدرال رو بی اساس و دروغ خونده. در مقابل هم رئیس جمهور ایالات متحده تو شبکه‌های اجتماعی هم فرماندار و هم شهردار رو متهم به تحریک به شورش کرده. این اتفاقات در چارچوب یه عملیات خیلی بزرگتر به اسم مترو سرج داره اتفاق میفته. آها، آپریشن مترو سرچ؟ این عملیات دقیقاً چیه؟ ببینید، این عملیات بخشی از بزرگترین برنامه اخراج مهاجران تو تاریخ آمریکاست. اداره مهاجرت و گمرک، همون آیس، رهبریش میکنه. و منتقدها میگن که کاخ سفید با افزایش بودجه و قدرت آیس تقریباً تمام محدودیت‌های قانونی این سازمان رو برداشته. دقیقاً. برای همین ساکنان مینیاپولیس میگن حس میکنیم تحت اشغال نظامی هستیم. یعنی استفاده از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل علیه معترضان یه چیز عادی شده. و موارد نگران کننده دیگه‌ای هم تو هفته‌های اخیر بوده. بله، خیلی زیاد. مثلا 7 ژانویه یه مأمور آیس زنی به نام رنی گود رو به ضرب گلوله کشت. درسته. نظرسنجی یوگاو نشون میداد که 70% آمریکایی‌ها ویدیوی اون حادثه رو دیدن و اکثرشون گفتن غیر قابل توجیه بوده. یا مثلا بازداشت یه پسر 5 ساله به همراه پدرش. حتی موارد عجیبتری هم بوده. مثل متوقف کردن افسرهای پلیس محلی. دقیقاً. افسرهای پلیس محلی که حتی سر خدمت نبودن توسط مأمورهای آیس متوقف شدن تا شهروندیشون رو ثابت کنن. این دیگه واقعاً بی سابقه است. در حالی که دولت مدام میگه هدف ما فقط مهاجران غیرقانونی و جنایتکاره. بله، ولی داده‌های خود آیس نشون میده که اکثر بازداشتی‌ها اصلاً هیچ محکومیت کیفری ندارن. و این تناقض باعث شده که حتی بعضی از جمهوری‌خواها هم به صدا در بیان. همینطوره. کسانی مثل فرماندار اوکلاهوما کوین استیت یا سناتورها بیل کسیدی و لیزا مورکافسکی همشون از این تاکتیک‌های فدرال ابراز نگرانی کردند. پس این دیگه یه مسئله حزبی نیست. نه، و این نگرانی تو افکار عمومی هم کاملا خودشون نشون داده. نظرسنجی CBS و یوگاو میگه 52% آمریکایی‌ها معتقدن عملیات آیس جوامع رو کمتر امن میکنه. و آمار جالبتر حمایت از انحلان کامل آیس هست که تو یک سال از 25% رسیده به 43%. این یک جهش فوق‌العاده است. دقیقاً. و این فشار سیاسی میتونه منجر به یه بحران بزرگ بشه. دموکرات‌ها تو سنا تهدید کردن که اگه بودجه وزارت امنیت داخلی تو بسته بودجه گنجانیده بشه، کل بودجه رو مسدود میکنن. که این یعنی احتمال تعطیلی دولت فدرال. بله؟ خب، از آمریکا بریم به ژاپن. اونجا بانک مرکزی با اینکه نرخ بهره رو ثابت نگه داشته، ولی سیگنال‌های انقباضی فرستاده. درسته.
بانک ژاپن نرخ بهره سیاستی رو روی 75% حفظ کرد، اما همزمان پیشبینی‌هاش برای رشد و تورم رو بالا برد. و نکته مهم، مخالفت یکی از اعضای هیئت مدیره، هاجیمه تاکاتا، با این تصمیم بود. این مخالفت چه پیامی برای بازار داره؟ پیام خیلی روشنی داره، یعنی بحث‌های جدی برای افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک در جریانه. خود بانک مرکزی هم تو بیانیه‌اش گفته که مکانیزمی که در اون دستمزدها و قیمت‌ها با هم بالا میرن احتمالاً حفظ خواهد شد. این یه جور کد برای بازاره. و واکنش بازار هم فوری بود. ارزش ین در برابر دلار به بالاترین سطح 2 ماه اخیرش رسید. بله، حدود 1.1% تقویت شد و به زیر سطح 154 ین در برابر دلار رسید. این افزایش بعد از این بود که مقامات آمریکایی به اصطلاح بررسی نرخ تو بازار انجام دادن. این یعنی چی؟ ببینید، این بررسی نرخ معمولاً پیش دارآمدی برای مداخله مستقیمه. یعنی به بازار هشدار میدن که ما داریم شما رو زیر نظر میگیریم. که با مقامات آمریکایی برای مقابله با نوسانات ارزی همکاری نزدیک دارن. همینطوره. خب، از ژاپن بریم به اروپا. اونجا ظاهراً بازار ارزهای اولیه عمومی یا همون IPO بهترین شروع سال خودش رو از سال 1995 به این طرف تجربه میکنه. بله، خبر خیلی خوبیه و امیدها رو برای احیای این بازار بعد از یه دوره رکود طولانی خیلی بالا برده. مثالش هم شرکت اسلحه سازی چکوزلواک گروپ یا CSG هست که با جذب 3.8 میلیارد یورو تو بورس آمستردام سهامش 31% جهش کرده. رقم فوق‌العاده‌ایه. جالبه بدونید حجم جذب سرمایه فقط تو ماه ژانویه تو اروپا به اندازه 1/4 کل سال 2025 بوده. عجب. و بانکدارها به چه بخشای امیدوارن؟ بیشتر به بخشای دفاعی، فناوری و صنعتی. اما همزمان در بازارهای اوراق قرضه دولتی اروپا یه تغییر استراتژی داریم. دولت‌ها به سمت استقراض کوتاه مدت رفتن. بله، دلیلش اینه که تقاضا از طرف صندوق‌های بازنشستگی کم شده و هزینه استقراض بلند مدت هم بالا رفته. در نتیجه پیشبینی میشه میانگین سررسید بدهی‌های فروخته شده تو منطقه یورو برای اولین بار از سال 2015 به زیر 10 سال کاهش پیدا کنه. درسته. این تغییر به خصوص بعد از اینکه آلمان محدودیت‌های قانونی استقراض خودش رو برای افزایش هزینه‌های زیرساختی و دفاعی کم کرد، سرعت بیشتری گرفته. خب، از بازارهای مالی بریم سراغ فناوری و هوش مصنوعی. تو مجمع جهانی اقتصاد در داووس، رئیس گوگل دیپ مایند، سر دمیز حسابیس، نسبت به شکل‌گیری حباب تو سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی هشدار داده. بله، و حرفش هم خیلی مشخصه. اون به دوره‌های تأمین مالی چند میلیارد دلاری برای استارتاپ‌هایی که هنوز محصول یا فناوری ندارند اشاره کرده و این وضعیت رو کمی ناپایدار دونسته. جالبه که این دیدگاه دقیقاً برعکس حرفهای رهبران شرکت‌های دیگه مثل انویدیا و مایکروسافته. اونها نگرانی‌ها رو رد کردن. همینطوره. البته حسابیس معتقده که حتی اگه این حباب بترکه، گوگل به خاطر کسب و کار قوی‌تری که داره وضعیت خوبی خواهد داشت. اما همزمان با این هشدارها، سهام شرکت‌های تولید کننده حافظه و ذخیره‌سازی داده به شدت در حال افزایشه. بله، چون تقاضا برای تراشه‌های این شرکت‌ها به خاطر رونق هوش مصنوعی به قول مقاله سیری ناپذیر شده. شرکت‌هایی مثل سندیسک، میکرون و وسترن دیجیتال جهش‌های چشمگیری داشتند. درسته. این رشد به خاطر نیاز روزافزون مدل‌های هوش مصنوعی به داده و البته کمبود عرضه تو بازار حافظه‌های پیشرفته است. اما این رونق هوش مصنوعی چالش‌هایی هم داره. اپراتورهای مراکز داده تو آمریکا به خاطر مصرف بالای انرژی و آب زیر فشار افکار عمومی هستن. بله، و به همین خاطر دارن برای یک کمپین لابیگری گسترده برنامه‌ریزی می‌کنن. خب، بریم سراغ چند خبر بین المللی. رئیس جمهور ایالات متحده کانادا رو تهدید کرده که اگه با چین قرارداد تجاری ببنده، تعرفه 100% روی کالاهای کانادایی اعمال میکنه. این تهدید بعد از دیدار مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، با شی جین پینگ در پکن اتفاق افتاد.
اونجا دو کشور برای حذف موانع تجاری روی خودروهای الکتریکی و کانالا به توافق رسیدند. و واکنش کانادا چی بود؟ مقامات کانادایی سریعا گفتن که دنبال توافق تجارت آزاد با چین نیستن. در اروپا هم رهبران اتحادیه اروپا با احتیاط از عقب نشینی رئیس جمهور آمریکا از تهدیدهای تعرفه‌ای ابراز خرسندی کردند، اما همچنان نگران روابط با آمریکا هستند. بله، این بحران اخیر باعث شده که گفتگوها برای همکاری دفاعی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا خیلی فوری‌تر بشه. یعنی بحث پیوستن بریتانیا به صندوق دفاعی چند میلیارد یورویی اتحادیه. دقیقاً. و در نهایت روسیه در آستانه مذاکرات احتمالی سه‌جانبه با اوکراین و آمریکا در ابوظبی اعلام کرده که جنگ رو تا زمانی که کیև امتیازات ارزی قابل توجهی نده تموم نمی‌کنه. بله، مشاور سیاست خارجی ولادیمیر پوتین تأکید کرده که حل مسئله ارزی در منطقه دونباس برای هر توافقی ضروریه. در حالی که رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی واگذاری دونباس را خط قرمز دونسته. درسته، ولی همزمان این مذاکرات رو یک گام به جلو توصیف کرده. باید دید چه اتفاقی میفته. و دو خبر کوتاه هم داشتیم. طوفان شدید زمستانی فرن در جنوب و شرق آمریکا که باعث قطعی گسترده برق برای بیش از 870,000 نفر و لغو هزاران پرواز شده. و خبر دیگه این که قیمت طلا برای اولین بار از مرز $5,000 عبور کرد. بله، که شاید بی ارتباط با این همه تنش و عدم قطعیتی که در موردش صحبت کردیم نباشه. روز خوبی برای همه. فردا دوباره با شما دیدار می‌کنیم. ما اینجا منتظر شما خواهیم بود.